آیا آمریکا 35 تا از تجهیزات هوایی خودش رو در جنگ 40 روزه از دست داد؟ طبق گزارش‌ها یک فروند F-35 لایتینگ 2 ساقط شده، جنگنده‌ای که آمریکا آن را تقریبا غیر قابل رهگیری می‌دونست. اما ماجرا اینجا تموم نشده. 6 فروند F-15 و 3 فروند F-16 نیز در نبردها از بین رفتند. همچنین 2 فروند F-18 هورنت، 5 فروند یوروفایتر تایفون و 1 فروند میراژ 2000 نیز نابود شده است. اما شاید سنگین‌ترین ضربه نابودی 8 فروند هواپیمای سوخرسان K-335 بود. هواپیمایی که ادامه عملیات هوایی آمریکا به آن وابسته است. طبق این گزارش‌ها 3 فروند آواکس E-3 نیز ساقط شدند. هواپیماهایی که به چشم نیروی هوایی آمریکا معروفند. در ادامه پهپاد MQ-4 ترایتون، هواپیمای جاسوسی U-2S، 1 فروند بلاک هاوک و 2 هلیکوپتر آپاچی نیز در لیست خسارت‌ها دیده می‌شوند. اگر این گزارش‌ها واقعی باشند، آمریکا شاید یکی از سنگین‌ترین خسارت‌های هوایی تاریخ مدرن را تجربه کرده است. نظر شما چیه؟ آیا این گزارش‌ها واقعی هستند؟